بینندگان عزیز، دیروز به شما توسط اینترنت یعنی کانال تلگرامی کشور هم فیسبوک به شما معلومات داده بودیم که در محله قزلقیاق نفر در وقت کرانتین وقتی خود را بیهوده نگذرانیده مینی تراکتور ساخته است و به شما در برنامه پگاهینه نمایش میدهیم گفته بودیم و به همین خاطر امروز ما با جماعت شهروندان محله قزلقیاق آمده به خود آن شخصی که تراکتور ساختند واخورده ایستاده ایم. السلام علیکم. من دیروز ما همین خبر را شنیدیم و خواستیم در حال به اینجا آییم ولی دیروز دیر شده بود و امروز من به خاندان شما آمدیم و با چشم خود دیدیم که در حقیقت در اینجا تراکتور خود ساخت وجود دارد. چی وادار ساخت شما را برای ساختن همین تراکتور؟ وقتی که حالا برمادیم کار کردیم کشت 2 هکتار زایتر ارنده باغ داریم. با اون تراکتوری دستی من اونجا های میتونه دیده با وای کار کردیم دیدیم که نتیجه داد. بعد خودمون با خودمون تصور کردیم گفتیم یک باید کلانتر آسانتر کار با تستر اجرا میکردی یک تکنیک بسازیم. بعد آخه فکر کردیم اطراف دیدیم پرسیدیم ای دانه‌ها با همه غایه بعد بسر اومد یک طرف بعد سر کرده استا با وقتی کرانتین قلای شد. البته وقتی کرانتین قلای شد یگان جو روی نه فقط پشتی دروازه پوشیده در همجا کار کردیم یک مزایتر در دوام 1 ماه راست کرده شد همین. البته ممکن تستر هم کردن ممکن بدو اگه سبب کرانتین بودن بعد بعضی چیزهای نودرکاری در کارشدگی لازمیه یافتنش وضعیتش قینتر شد چون که برمده ایخونه اطراف رفتن نشید. بسیاری چیزهایی که در این صرف کردیم همش چیزهای همو درگیجای پرداختن مونده ایستادگی همه تکنیک دادنش اینه. واقعا این حالت را دیده بار دیگر اقرار شدیم که دستی آدمیزاد گل است. تکرار شود هم بیت از سعدی بزرگوار میگویم به هر کار همت بسته گردد اگر خار بود گل دسته گردد. این البته نتیجه همت نتیجه مهنت و سعی و حرکت شما می باشد. البته اما حضرت ابا عبدالله رودکی هم گفتند که هر کی ناآموخ از گذشته روزگار نیز ناآموز از هیچ آموزگار. روزگار به همین کار مجبور کرد آدم نه بلکه به این کار به دیگه همه روزگار همه تربیت میکنه. خدا خواهد هر کی نه بلکه ما هر کی حرکت نه هر کار میتونه خدا خواهد کرده. البته درست میگوید از همه مهمش وقت بیکار نگذشت. البته لایق میگوید که اگر از وقت حق خیش را ستانیدن نتوانیم وقت همچون قاتل ما میگذرد. باید هر انسان از وقت حق خود را ستاند و حالا دیدیم که شما در دوام 1 ماه در وقت کرانتین حق خود را از وقت از روزهای گذشته ستانیده توانستید. البته فکر میکنیم که توانستیم برای که یک نتیجه حاصل شد این مهنت ما. چطوری گفتیم این چیزای مخصوص چیزای قیمتی زایتی ساختگی چقدر نیست. مبلغ مصرف شد؟ مبلغ یک مسکویچ کهنه دریافت کردیم خریدیم اساس موتور و کاروبای هوای انداختیم دیگه همه جاش یک با ماشین کهنه محلند ایستاده بود هوا آوردیم. این میگم چند نمود تکنیک چیزاش موستوش ای دیگه کردنش ای دیگه موتورش مسکویچ میسازیم کاروبای شسترنوی کماز تو کار فهمیده شده بود. برای این آدمای تکنیک میفهمن میگن که موتور مسکویچ قوت نداره که خیلی پلیگا بکشه. ما هم خیلی ساختیم که ردوکتور میگن ردوکتور با شسترنوی کماز میده و کارون که ساختیم که قوت این زوی شود و کار بیمانو کنه. پس میتونه قوتش میرسه. البته میرسه. ولی مقصد بسیار در این کار شما کمتر با وقتتر اومده. ولی چاله بتون شدگیش نیست حالتش مدرسگی. باز خدا خواهد این اولی ما بتون میکنیم تا میتواند کرچکه کنده. دیمک از گفتگوی شما معلوم میگردد که برای همه کارهای خواجگی قشلاق میتواند این خدا خواهد میتونه میکنه. خدا خواهد و حرکت میکنیم که باید هم خوبتر سسترش کنیم. وزیر برای خرید کردن یک تراکتور نو چقدر مبلغ لازم است؟ اگر نو میخرم گوی تصور میکنم که 100 میلیون بالا باشه تراکتور نو. اگر وای میگیرم نزدیک کهنه میگیرم گوی اگر هم خیلی 50 میلیون 30 میلیون هم خیلی با وای
فقط تکنیک خودش میگیره. چه دیده است ما هم یک نوچیز مبلغ نیست ساختیم. 10 میلیون مصرف شد برای همین؟ نه 10 میلیون هم مصرف نشد. اگر متریالی که در این ما جو کردیم هوای نرخ مونیم ممکن به یک حصه رفتنش، نه که چیزهایی که ما در این موندیم همش در یک جا آهنپوره ایستاده بود. من چیزهای نادرکاری بود. هم تا ای برادرها بود طلبیدیم ای تراکتور چیو پرسیدیم چیزهای نادرکاری استایش آورده در این کورباس کردیم. تا همین پلیک هم خود ما با دست میساختیم. خدا خواهد بود کپاتل کچک کنک هم میسازیم. بیدا دورک ساختگی عین دودرم دم موندگی ایستاده است. این نه فقط برای احتیاج خودتان بلکه برای همین اهل محل خدمت میکند. هم روزگاری خودتان را از حساب این باز هم میتوانید فراوانتر سازید. این که یک جاش خوبتر شد که تیز در نتیجه وقتی که مسئول در خطونه تیز کار عمل اجرا میشه. در یک لحظه کار نابود میکنه با میتونید به محله یاری رسانید. و یک جایی نشه با ما فکر کرد برمادیم که موتور چخیر که دیده این مسکویچ موندگی موتور بنزین. خدا خواهد این زمانه اوزی با هم گاز و هم خیلی و پیشرویش دست است بنزین و دیزل طرف سالارکا قینش دستی چیزا ما فکر کرد دیدیم که همون وقتای کشتکار بین حد سالارکا معمول میشه. این با بنزین حرکت میکنه. این با بنزین حرکت میکنه. خدا خواهد با هم خیلی نیت که اینا کارانتینو هوش و راهمو بیمالو شه. خدا خواهد با شهر رفته قوقان میسوگیریم رفته همون آپاراتوری که گاز پروپان مونده میشه هر آردا میمونه میبا. با در نتیجه صرف کم درآمد زاید گرفتن ممکنه. خدا خواهد. البته درست میگه. در جایش پخش کرده میشه؟ البته میشه. مرحمت یک نشان میدادی. حال چه گفتم این چالای برای زواد کردن اما من بینندگان عزیز چون دیده ایستاده در جایش پخش شده ایستاده است. من بینندگان عزیز چون دیده ایستاده این تراکتور خودساخت حرکت کرده ایستاده است و از خود راننده از خود آن شخصی که این تراکتور را ساختن حاضر میپرسیم که حرکت کنانیدن این واسطه نقلیات دشواری ندارد؟ نه البته کسی که میفهمه چیزا هیچ وقت دشواری نمیکنه. علم دانستن باید شهر البته بینندگان عزیز حتی از وقت از همه چیز باید ما عاقلانه و ثمرناک استفاده بریم و حتی از اینترنت. قهرمان لوحه ما از اینترنت هم ثمرناک استفاده بردند. برای بنیاد همین تراکتور خرد حتی از اینترنت بعضی موادهای لازمی را بعضی متریال ها را دیده شکل بنیاد آن را آموختم گفتن و بهترش این را از زبان خود آن کس میشنویم. البته ما این چیزا با واسطه اینترنت هم دیدیم شناخت شدیم بعضی مسائلی که نفهمیدیم. و یگانه خواست ما همینه که وقتم کسی که در همین روزای کارانتین موندگی هم وقتش بیهده صرف نکنم. اقلا کتاب خوند نشد یک با یک کار بند شود. ما نمیگیم که اینترنت نبینید. بهترین چیز برای مردم کتاب و کتاب خوندن نکن. لیکن اگه زمان همه خیلی ترقیات با واسطه اینترنت هم شده است. اینترنت هم جای درست شه اگر انسان دیده کار فرما البته یک نتیجه میبینه. خدا خواهد. البته شما حتی نتیجه اینترنت رو دیدید من امروز چون که ثمرناک استفاده بردید. مثال همین بسیاری چیزا ما چیزی که نفهمیدیم وقتی کارانتین کی بود گیجو رفتم مسئله کردن هم قین شد. اینترنت دیدیم گیجوش چخه کردن اون بختیم و نظر گرفتیم با بعضی جوش نه غویا خود مونده به همین وای موس کرده چیزی که در دست خودمون بود همون چیزا موس کرده ساختیم با دیگرگونی آورده اینترنت هم. خدا خواهد یک نتیجه شید. حالا شما گفتم که سال بر وقت‌تر اومدی 100% اگر جو باجا کار می‌دیم خدا خواهد بالونای خوش رو رولوش هم با نساس انشه موندگی نیازی انشه موندن وقت آزی برای انشه موندن صرف کردیم. البته اون وقت باز خدا نصیب کنه می‌آید.
насиб боша, худо агар насиб карда боша, бо марҳамат меҳмут мекунем. پس از همین کار شما معلوم میگردد که شما به فکرم از خردسالی به همین تکنیکا شوق و هوس زیاد داشتید. ما پدرم شوفیور آدم هستم. البته ما با همین نون تکنیکا کلون شده هستیم، نون و نمک تکنیکا خورده. وقتی که او ماشین ریم میکنم ما کودکچه گیردی و دایده ماشین سور میشیم، های میکنیم نو کلوچ میدیم خیلی کرده همین شخص شده موندگی بدن خدا خواهد. با برفتی همین چی روزگار همین با توری آورد، همین ساحه تکنیکا همه نموچه خدا خواهد ما حجت داریم. در آینده باز چه خیلی نیت ها داره؟ اگه او چیزی که ما میخواستیم بسازیم و نشد این او میساختگی ما امکانیت نشد که باید سازیم، چون که بسیار محصولات دیگه خیلی در کار بود. ما باید کلانتری بالون عقیبش کلان کرده مثال گیریم با قوتتری بهتر میساختگی بدیم. تراکتور مینی تراکتور نیو کلانش سال اینه ده با پرقوتتر میساخته بدیم. افسوس که ما در نتیجه می کرانتین بودن محصولات وای نموست یافت نشید. بعد مجبور شدیم به همین کار مشغول شدیم. با نکی آخه اینم نتیجه خوب شد، بسیار نشد. چند کس میبینه حتی چه گذرانده و کوچکزرا میبینن میدونن چخشی چیمون هواس کرده دیده رفت. البته چیزی بسیار شفاور است در شرایط خانه ساختن چنین واسطه نقلیات، این البته کاری آسان نیست. اینا که بسیارتر آدم با علم خودش وابسته بود است. من یگانه اول ای خدا بعد ای همین مکتب میندار هستم. در وقت شما مکتب بسیار خوندگی نتیجه علم است. نتیجه علم است. اگرچه گویم یک مؤسسه عالی نخونده باشیم، همین پیداوری ما مکتب که بود یگان خیلی مشکلی در یگان جاست. من این دست برای ساختن فیزیک در کارای به فیزیک نمیشه، گیومتری در کارای ماتماتیک در کارای شیمی اگه جوش نه در کارای همین چیزا که های ما کورباس کردیم خدا خواهد تحکرسید. برای همین یگانه ای فرصت استفاده برده خواستی من همینه که جوانا فقط خونن البته فقط پای خواندن خدمت خدا خواهد همش جابجا میشه. ما هم حرکت میکردیم که بریم مینا خطاری مردم یک جوانا چند کس توشکن رفته کوگارن نه که نتونستیم سبب داشت پدر پیر داریم با وای نگاه بینی هستیم در یک وقت دو عمل جوشید، هم کار بنیاد کردیم هم پدر نگاه کردیم. البته در عرفیت میگویند که انسان را در حیات سه چیز موفق میسازد: مهر و محبت، علم و استعداد اصیل. و اگر در انسان همین سه چیز تجسم باشد او در حیات موفق می شود، البته به قله مراد می رسد. باز میگویند که علم چو به عمل یار گردد و امروز ما دیدیم که علم را شما در عمل تطبیق کردید. البته اگر وقتی که علم باشد و شما یک کار نفرمید، در میگویند که وقتی علم کار نفرمیدن بعد وای هیچی نیست. هر فرق ندارد که علم دار و به علم اگر در یک جا رفته نمیدونید که وای کدومش به علمه، نه که به عملش، به آدابش، به رفتارش فرق میکند. آدم که حقیقتا این کمتر هم باشد علم داشته باشد. این علم هم خیلی موضوع کلانیه که نه بلکه این تکنیکه بلکه به همه جهت علم آدم پیش میبرد. پیشروی فقط به علمه. وقتی علم شدن بعد کمتر آدم در غیرت هم شدن شد. شجاعت غیرت در آدم خود نش باشه حرکت کنه خدا خواهد یک نتیجه میبینه. این ما میخیزیم نماز بامداد میخونیم یک احوال پدر خبر میگیریم با میخیزیم به همین سری کار تا دیر شدن با همین کار کردیم. البته من امروز در نتیجه آموختن، حرکت کردن، غیرت کردن شما به نتیجه های دلخواه رسیدید، به مقصد خود رسیدید و در کارهای شما موفق میخواهیم و باور داریم که امید داریم که منبع شما از این هم کلانتر تراکتور را باز بنیاد میکنید، میسازید و ما به اینجا آمده نواربرداری کرده به خلق نمایش میدهیم و البته از این کار شما دیگران نیز امروز بهره مند میگردند، چون که نفع شما به مردم میرسد با واسطه همین مینی تراکتور. مبادا که بعضی هوسمندا میشن، خوشمندا میشن یا که
چی کرده یگان فکر و عقیده پرسیدنی باشد مرحمت درگاه ما شده یگان مسئولیت باشه یا برای ما ساخته گفتن هم ممکنه و حاضر با ایو دست ما ایو کارم می خدا خواهد قدری توانا برای مردم اهل یاری کردن میتونیم خدا خواهد. بیوسه از زبان شما شنودیم دیروز شما به ما زنگ زده گفتید که در محله قزلقیاق یک نفر ساکن همین دهه مینی تراکتور ساخته است و امکان باشد اومده به نوار گرفته به خلق نمایش دهید و ما وعده داده بودیم اومدیم و به فکرم شما از آن روزی که این کس به همین کار مشغول شده ایستادن بنیاد کرده ایستادن آگاه هستید. من با این کوچه بسیار میگذشتم بار میگذارم یک تکنیک کهن بار دیگر میگذارم با یک تکنیک کهن در تگی دروازه گذاشته شدگی بعد من گفتم در اینجا چی شده ایستاده است و دروازه را کوبیده به خانه اینها در آمدم. وقتی که در آمدم وقتی که وارد خانه شدم دیدم که در حالی دو برادران یعنی جعفرعلی با برادر خود که قهارجان نام دارد در ان همین حوالی تمام آهنپاره ها پهن کرده ماندگی پس از سلام علیکم مانده نشوید گفتن بعد سوالی دادم که شما چی کار کرده ایستاده اید با این آهنپاره ها انا اینها در نتیجه به من گفتن که داملا ما اینجا یک تراکتور ساخته ایستاده ایم. من منتظر آن شدم که کنی همین ها کی تراکتورشون تیار می شود و من این تراکتور رو می بینم. آیا فکر کردید همون وقت شما آیا این تراکتور در تصور شما چه؟ من تصور نکردم که تا همین درجه می شود. من گفتم آیا همین تراکتور با کوچه می براید یا نه. لیکن روزی شد که باز به همین کوچه اومدم در کوچه دیدم که آهنپاره کم شده است باز واردی خانه شدم. من گفتم جعفرعلی کنی تراکتور من تراکتور گفتم تراکتور الکی ایستادگی بود. انا پس از این 2 روز پیش در کوچه وا خوردیم هم صحبت شدیم گفتم جعفرعلی تراکتور چی شد اینها گفتن که داملو تراکتور در گرفت و رگشت تراکتور رگشت حرکت کرد. انا من از خرسندی قوت گوش گرفتم که من فرزند خلق قزلقیاق فرزند همین دیار تراکتور ساخته است. البته این کاری بسیار بزرگ است. سلامت باشید بینندگان عزیز. طوری که در بالا گفته گذاشتیم البته انسان اگر صاحب علم باشد و سعی و حرکت داشته باشد در حیات موفق می شود به قله مراد می رسد. از این رو به شما جوانان بار دیگر همین را گفتنیم که آموزید خوانید و البته از پی آموزش علم و هنر شوید. السلام علیکم. اینک با خبر و رویدادهای آخرین روز باز بخش خبری پیام روز در موج هوا در استودیو با شما جهانگیر صابر. در زمان امروزه اگر شکایت اهالی را نسبت رئیسان جمعی شهروندان محله ها سرحساب کنیم اساساً عاید مسئله پول نفقه یعنی پسابیا و اوخاد می باشد. واقعا در اکثریت محله ها عاید این مسئله اعتراض ها از جانب اهالی به نظر می رسد. برای در این جاده تامین نمودن شفافی و عدالت گرفتن پیش راه کروپسیا قرار پرزیدنت قبول کرده شد. موافق قرار مذکور همه کمک های اجتماعی در اساس یک خیل معیارها و یک خیل حجت رسانیده می شوند. شماره نفقه به 1.5 میلیون نفر می رسد. رئیستر یگانه سیستم اتوماتیک کنانیده شده اخبار می باشد که طلبات شهروند را به تعیین نفقه های اجتماعی مستقلانه معین می کند. آدم به جریان آن دخالت نمی کند. در نتیجه جاری نمودن رئیستر یگانه حجت های از حد زیادی کاغذی از آن سبب خارج کرده می شوند که تمام اخبار در جریان پیشنهاد خدمت رسانی های اجتماعی و گرفتن کمک دولتی در شکل الکترونی پیشنهاد کرده می شود.
شفافیت، سرعت بخشی، سرعت تامین کرده می شود. مخزن عمومی معلومات برای داوطلبان عاید به خدمت‌رسانی های یگانه اجتماعی و کمک تشکل می یابد. سطح نیازهای عائله و موافقت آنها به معیارهای مقرر شده در وقت واقعی بها داده می شود. این سیستم از 1 اکتبر سال 2019 در ولایت سیردریا همچون تجربه استفاده شده است. آن تدریجاً تا آخر سال 2020 در حدودهای کشور نیز پهن کرده می شود. انسان تنها به واسطه مطالعه کتاب می تواند در حیات موفق شود. بدون مطالعه کتاب آموختن علم و دانش امر محال است. در اینجا خواستیم به سوال مبلغ اجاره کتاب‌های درسی چه خیلی سپرده می شود جواب یابیم. در اساس فرمایش وزیر تعلیم خلقی از 11 ایون سال 2020 درباره تطبیق ساختار الکترونی پرداخت اجاره برای استفاده کتاب‌های درسی در مؤسسه‌های تعلیم عمومی، مبلغ اجاره کتاب‌های درسی ساختار پرداخت الکترونی عملی می‌گردد. در مؤسسه‌های تعلیم عمومی پرداخت‌ها از طرف پدر و مادران خوانندگان یا شخصانی که جای آنها را گرفته می‌توانند توسط بانک‌های تجارتی در شکل نقد یا که غیر نقد سپرده می‌شود. در ناحیه سوخت نیز تامین کتاب‌های درسی از جانب وزارت تعلیم خلق ریسپوبلیکا خیلی خوب به راه مانده شده است و رسانیده داده شدن کتاب‌های درسی با زبان تاجیکی برای مکتب‌های تاجیکی ازبکستان دلالت از آن است که واقعاً در ازبکستان برابر حقوقی شهروندان قطع نظر از ارق و دین و ملت تامین گردیده است. کتاب‌های درسی با زبان تاجیکی از جانب معروفترین عالمان و ادیبان کشور نوشته می‌شوند و یا از ازبکی به تاجیکی ترجمه کرده می‌شوند که در این کار یکی از آموزگاران ناحیه سوخت روشنجان مؤمنجانov نیز سهمی ارزنده گذاشته می‌آید. برمیگردیم به مسئله مهمترین روز پاندمی کرونا ویروس. روز گذشته در ازبکستان 746 نفر حالت نو مبتلا شوی به کرونا ویروس ثبت شد. در حقیقت روز گذشته در ازبکستان 746 حالت نو مبتلا شوی به کرونا ویروس ثبت شد و شمار عمومی بیماران به 27047 نفر رسید. همچنین در این روز 789 نفر بیمار شفا یافت و شماره عمومی شفا یافتگان به 18051 نفر رسید. روز گذشته در شهر تاشکند 4 نفر و در ولایت‌های تاشکند و سیردریا 1 نفری در عموم 6 نفر بیمار وفات کرد. بنا به معلومات‌های حفظ تندرستی شمار عمومی قربانیان کرونا ویروس به 165 نفر رسیده است. پیش از بخش اینفورماسیونی پیام روز به دقت شما برنامه را تهیه کردیم که در آن درباره اختراع یک نفر مرد اختراعکار که از محله قزلقیاق می باشد و مین تراکتور اختراع کرده است نقل کرده بودیم. حالا باشد درباره باز یک جوان اختراعکار نقل میکنیم. مردی که مین تراکتور ساخته است از دهه قزلقیاق می باشد و حالا جوانی که ما درباره اش نقل میکنیم از همین دهه است. دلشوق سید احمد فرسال به روسیه رفته با مهنت حلال خود رزق و نصیبش را پیدا کرده می آمد، اما امسال با سبب پاندمی کرونا ویروس نتوانست به روسیه رود. در وقت کرانتین در خانه نشسته زیق شد، بسیار فکر کرد، کتابها را ورق گردان کرد، به اینترنت وارد شده چیزی را می جست. نهایت از اینترنت طرز ساختن دستگاه خشت خام براری را آموخت. آهنهایی که در بالای بام خانه بیکار می خوابیدند گرفت و از آنها دستگاه بنیاد کرد که امروز خشت صفتناک استحصال می کند. این دستگاه دستی بودن، نه قوه برق مصرف می شود و نه سوزشواری. چی وادار ساخت که شما این اسکونه را دستگاه را ساخته؟ ای سبب بیکاری در خانه در کرانتین مونده، سبب همین چیزا ساخته. این دستگاه رو در یگان جا دیدید می یا یگان کس به شما مصلحت داد می؟ چه خیلی ساختید خود از خود؟ این همین در اینترنت دیدم. از اینترنت دیده ساخته؟ از اینترنت دیده ساخته. من خیلی ساخته من قشتوی نازم است. 12 25 10 نه. رزمیر شو خیلی گلش کنی میشه. در یک روز چقدر همین خشتی خام برآورده ممکن؟ در یک روز 1000 تا 800 تا بیم الان براری میشه. این دستگاه رو تنها خودتون ساخته؟ تنها خودم. در دام چند روز؟ اگه در دام 3 روز هم بیکار موندگی وقتو با ساخته. چقدر مبلغ مصرف شد برای همین دستگاه ساختن دستگاه؟ مبلغ این بسیارش هزینه نمونه.
همین خونه اون آهنوش جمع کرده این کوسوکو همین کوسوکو همین خونه آهنوش جمع کرده ساخت مبلغ همین الکترود خریدم با دیسک پیسک دیگه همش خونه اون چیزی که در خونه بود نالازمی بود نالازمی از همون بنیاد کردی در یک روز چقدر مبلغ کار کردن ممکن است همین فایده دیدن درآمد کردن ممکن درآمد اگر قش 400 می باشه 1000 تا برابر 400 است دو تا کارگر گیری میشه همین خیلی نیت دارین شما تا همین خاک ورده دو تا کارگر گرفته کار میکردگی نیت داره با اونهایی که خشت خام لازم است با خاندان خودی آنها رفته این دستگاه رو برده در همون جا خشت برآورده نمیشه توری اینا برده در جایی که خواهند برده استانفه کرده قشت برایی میشه البته بینندگان عزیز چون دیده ایستاده از اینترنت عاقلانه و ثمرناک استفاده بردن لازم است من این جوان از اینترنت دیده همین دستگاه را بنیاد کردن و گفته ایستادن که در یک روز 1000 دانه خشت خام برآورده ممکن است این از آن دلالت می‌دهد که یعنی در یک روز اگر 1000 دانه خشت برآورند به واسطه روزگارشون رو باز هم فراوان‌تر ساخته میتوانند. من امروز در دهه ما کارهای بهد زیاد به پیش رفته شده است. من این خبر رو شنیده هم من هم به نزد این برادرمون اومده به اینها کمک داده ایستادم چون پرزیدنت ما گفتند که از صنف هفتمی باید ما هنر آموزیم من به نزد این اکی دلخوشبگ اومده ایستاده چطور پختن تیار کردن غشت خام رو من آموخته ایستادم من خودتون گواه شده چطور این غشت تیار میشد من خودشون گفتن در یک روز ساختند در یک روز 1000 دانه غشت خام برآورده می شود. شما هم آموخته ایستادید چه ساختن البته اومده دیده ایستاده آموخته ایستاده. از دانشمند پرسیدن که هنرمند کیست گفته است هنرمند آن است که از هیچ چیز یک چیز پیدا میکند. واقعا هنرمند در کدام شرایط نباشد کوشش میکند امکان جوید نه بهانه. دلشوق سید احمدیف میگوید که امکان جوییم البته پیدا میکنیم از انسان فقط علم عقل و کم ترکت کوشش و غیرت طلب کرده می شود و خلاص. رفتار و گفتار و پندار دلشوق در حقیقت نمونه عبرت است و با سبب پاندمی به روسیه رفتن نتوانست اما نزد کسی رفته از این روز ننالید کوشش کرد امکان زندگی کردن را یابد. من او در شرایط پاندمی هم کار کردن و هم زندگی کردن را آموخت. اکنون شما را با خبر و رویدادهای مهمترین دنیا توسط صحیفه دنیا 24 شناس میکنیم. در بیروت بر اثر ترکش پرقوت که روز 4 آگوست رخ داد طبق معلومات ها 76 نفر جان داده بیش از 2700 کس مجروح شدند. زلزله شناسان اردن گفتند که این ترکش به زمین جنبی شدتش 4.9 درجه برابر بود. بنا به گفته مروان عبود که حاکم شهر بیروت می باشد ضرر ترکش در پایتخت لیوان ممکن است برابر با 3-4 میلیارد دلار و حتی بیشتر از آن باشد. حاکم پایتخت لیوان گفت که تا حال 10 نفر نجات دهنده در هنگام عملیات نجات دهی کشته شدند. صدها نفر ساکن شهر بی منزل و جای ماندند. حسن حماد وزیر تندرستی لیوان گفت که به دلیل کمبودی جای در بیمارستان ها بسیاری از آسیب دیدگان دسترسی به یاری طبی ندارند. در نتیجه ترکش 4 بیمارستان شهر ویران شده است که این نیز وضعیت را بدتر می کند. یادآور می شویم که تا به حال شمار قربانیان ترکش وحشتناک در شهر بیروت از 100 نفر زیادتر شده است. بیش از 4000 نفر زخم‌های گوناگون برداشتند. عالمان فرانسه بر آنند که گویا احتمال اوج دوم کرونا وجود دارد. بنا به نوشته روزنامه لیفاگارو احتمال اوج دوم اپیدمی در فصل تیر ماه یا در زمستان بسیار است. با گفته متخصصان حالا وضعیت در فرانسه زیر نظارت است ولی خیلی نازک است. وضعیت گاه گاه مرکب می شود. آنها تاکید می کنند که چگونه رشد کردن اپیدمی در آینده نزدیک در دست خود شهروندان است. چند پیش سروزیر فرانسه مردم کشور را به دلیل ادامه پهنشوی کرونا ویروس به هوشیاری دعوت کرده بود. بنا به معلومات ها تا به امروز در فرانسه بیش از 190,000 نفر مبتلای کرونا ویروس شده باشند. از آن 30 نفر بیمار وفات کرده است و خلاص. پرزیدنت شتات‌های متحده آمریکا در برآمد خود گفت که اپیدمی در کشورش عقب نشینی می‌کند. با گفته ترامپ حالا نشانه‌های عقب نشینی جریان را مشاهده کردن ممکن است. یادآور می‌شویم که تدروس گبریسوس سرمدار سازمان جهانی تندرستی روز 29 ایون گفته بود که تا پایان پاندمی هنوز خیلی وقت است زیرا کرونا ویروس می‌داند در کجا پهن شود.
این بود با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش اینفورماسیونی پیام روز و در آخر بخش اینفورماسیونی همین را گفتنی هستیم که از نام شهروندان به ما یک چند مراجعت ها آمده افتید و ما در اساس این مراجعت ها البته حالت را آموخته در برنامه های دیگر برای شما برنامه های تحلیلی تنقیدی تهیه میکنیم. خیر، سلامت باشید.